سلام. بیایید تماشا کنید مرحله به مرحله نصب نرم افزار کورل X7 رو. تو مرحله اول نرم افزار رو اجرا میکنیم، پذیرش نرم افزار رو اکسپت میکنیم، نکست رو میزنیم، میریم واسه مراحل بعدی. واسه مرحله اول نیاز به کد داره که همراه با فایل نوتپد اجراش میکنیم، کد رو کپی پیست میکنیم و ادامه نرم افزار رو با هم دیگه نصب میکنیم. منتظر میمونیم تا نصب نرم افزار تمام بشه. اینجا میبینیم که تمام شده، فینیش رو میزنیم. برای اینکه بتونیم نرم افزار رو آپدیت کنیم، اکتیوش کنیم، نیاز به فایل آپدیت کورل X7 داریم. میایم فایل آپدیتش رو اجرا میکنیم، شبیه به مرحله قبلی نصبش میکنیم و منتظر میمونیم تا مرحله نصب آپدیت کورل انجام بشه. و در پایان نرم افزار رو اجرا میکنیم، میبینیم همه چیز اوکیه و نرم افزار ما اکتیو شده است. لایک و سابسکرایب ما رو فراموش نکنید.